السلام علیکم دوستان محترم. یک سوالی تعجیلی دارم. سوال چنین است: دیهه ما کلان است. مسجد در یک طرف دیهه است. در مسجد یک عوام امام هست. عوام گفته یک آدم بی سواد امام است. با کدام سببه؟ و در طرف دیگر یک عالم امام است. آیا ما در مسجد از قفای عوام خوانیم یا در قفای عالم؟ التماس جواب مکمل دهید. بر همون دیهه‌ای که این برادر نویسانده است، نخواد که آنقدر فراست و عقل نداشته باشند که عالم افضل از عوام است. خداوند در قرآن میگوید الذین اوتوا العلم درجات. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. یکی از دوستان خدا میگوید بین عالم و بین جاهل فرق 60 ساله اسب دوان شب و روز دوان چند کیلومتر طی میکند. بین عوام و بین عالم ان همین قدر فرق است. وقتی عالم در همون مسجد باشد چه جای دیگر از پس عوام شما نیت میکنید؟ عالم البته ارزنده است. باید که شما از پس عالم اقتدا کنید. حتی همون امام عوامی که هست وی هم شما باید که همه کسا گویین که برادر عزیز اقتدای ما از پس تو جایز نمیشه در حالتی که در بین قوم ما عالم باشد و وی خار باشد و کسی به وی اهمیت ندهد. از پس بودن او ناجایزی نماز شما را نشان میدهد.